الله عظمای سیستانی حفظه الله و حضرت آیت الله عظمای فیاض حفظه الله فتوا دادن، دستور دادن، ما مقلد هستیم، دستور دادن که آی مردم شیعی که در افغانستان زندگی میکنیم در کنار امارت اسلامی باشیم. یک عده افرادی که به هر دلیلی از کشور بیرون شده است در عالم مهاجرت زندگی میکنند، این یک تعداد کسانی که شاید به هر ملحوظاتی که رفتند شاید جلسات را دایر بکنند. که باید در هر عرصه باید پیشروی های را داشته باشیم. جناب ما می‌رسیم یادآور شد پشتیپا و امثال پشتیپا. بعضی پروژه‌هایی را ما داریم، شاید نام پشتیپا بزرگ باشد در گوشه‌های مردم، ایوا از پشتیپا به نسبت پشتیپا هم زیادتر مفیدتر باشد. با صلاحیت، با قاطعیت از جناب آقای خلیلی، از جناب آقای محقق، از جناب سرور دانش و از جناب دکتر مدبر و سایر افسران که در ارده بودن و از کارمندانی که در حکومت بودن خواهش میکنم و میخوایم که بیایم به وطنشان آن وقت بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. برادران عزیز و گرانقدر، ما همین اکنون در تالار هتل صدف در منطقه دشت برچی ناحیه 13 شهر کابل قرار داریم که این گرد همایی به مناسبت ماه مبارک رمضان، شبهای نزول قرآن و همچنان شبهای قدر برگزار شده که در این گرد همایی علما، متنفذین و اراکین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان شرکت کردند که خوشبختانه نظریات و گفتار عالمانه ایشان را خدمت همشهریان و مردم اهل تشیع بیان کردند و این گرد همایی به خاطر همدلی، برادری و تفاهم بین اقوام افغانستان، ساکنین افغانستان بود. خوشبختانه در فضای اخوت و برادری برگزار گردیده و به پایان رسید و از لحاظ امنیتی هم هیچ کدام مشکلی وجود نداشت. تشکر از شما عزیزان. دیگر شکار توطیه دسیسه‌گران و شکار حرفای کسانی که در خدمت استخبارات دیوانه قرار دارند نمی‌خورند. جناب شیخ مبارک و سایر اراکین حکومتی که در اینجا تشریف دارند، اماراتی که در اینجا تشریف دارند، بیان مردم ما بسیار واضح است. ما همچنان در بنیان در یک سفری که داشتم خلیفه صاحب مبارک هم در اینجا تشریف داشت که میزبانی شده جناب والی صاحب سرحدی داشت، ما بسیار صریح گفتیم که ما مردم شیعه و هزاره افغانستان ممکن در جهاد آنچه که مطابق شعار وجودی مردم شیعه و هزاره بوده سهم نداشتیم، ولی بعد از جهاد و پیروزی جهاد حفظ و حراست از نتیجه جهاد و ارزش‌های جهاد مهم است و ما مردم شیعه و هزاره به عنوان برادرانتان آمادگی صادقانه و مخلصانه داریم که در کنار نظام به عنوان حامی نظام و همکار نظام باشیم.
فیصله جمعی مردم و فیصله بزرگان مردم و فیصله نخبگان مردم هزاره و شیعی تو هست. ممکن است یک عده افرادی که به هر دلیلی از کشور بیرون شده است در عالم مهاجرت زندگی میکنند، این یک تعداد کسانی که شاید به هر ملحوظاتی که رفتند شاید جلسات را دایر بکنند از آدرس اقوام مختلف، مخصوصا از آدرس جامعه هزاره. ما به صراحت با گردن برافراشته در محضر الله در این ماه مبارک رمضان در حضور مردم خود اعلام میکنیم و این پیام مردم ماست که هیچ کس از مردم ما در بیرون نمایندگی کردن نمیتواند و این خود مردم است که نماینده خودشان هست. تصمیمی را که هزارها و شیعه افغانستان میگیرد همین مردمی است که شما در زیر این تالار و در زیر این سقف میبینید. هیچ کسی مردم ما بارها گفتیم که نه سهیمند و نه مجنون تکیم یا ولی ضرورت داشته باشند. آن جامعه شیعه و جامعه هزاره‌تان جامعه صاحب تحصیل است. جامعه‌ای که تحصیل داشت اون جامعه صاحب تحلیل است. تصمیمی که بر مبنای تحلیل گرفته می شود او تصمیم منطقی و عاقلانه است. جامعه شیعه و هزاره‌تان در کنار امارت اسلامی از روز اول فتح تصمیمشان این بود، تصمیم برادری و حمایت و همکاری با امارت اسلامی. همینطور است. تقدیر و تشکر از جناب شیخ الحدیث کریمی بامیانی معین محترم وزارت شهرسازی و مسکن صحبت‌های ارزشمندی را ایراد کردند. همان گونه که ایشان یادآوری فرمودند دعوت می‌کنیم از سردار گرامی ما فضیلت مآب جناب شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان که صحبت‌ها و بیانات خود را ایراد کنند. الی تشریف آوریشان در جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات عنایت فرمایید. حاضرین محترم، قرآن کریم زمانی نازل شده که انسان‌ها اصلا اصول انسانی را نمی‌شناختند. انسان نه خدا را می‌شناخت، نه خود می‌شناختند و نه موضوع را درک کرده بودند که ما خاطر چی آفریده شدیم و نه این می‌دانستند که خوشبختی و سعادت ما در چیست. همه در ورطه جهل بودند، در تاریکی بودند، دشمنی بود. انسان دچار مشکلات‌های متعددی بود. قرآن کریم که نازل شده مسلمان انسان‌ها که به آنش عقیده و باور ایمان آوردند اونا دیدن خوشبخت شدند، از جهل برآمدند، از تاریکی برآمدند، از دشمنی کینه و کدورت و نفرت برآمدند. یک فضای خوشی، فضای پر از مهر محبت و الفت نصیبشان شد. انسان‌های آزمان تعصب می‌کردند کاش ما قبل از آنچنان یک روشنی برخوردار می‌شدیم، کاش و قارب و دوستان ما که از دنیا در قدرت جلد رفتن و هم روشنی را می‌دیدند و با ایمان و با سعادت از دنیا خلق می‌شدند. مسئله اولی قرآن پاک سرش زیادتر ترکیز داشته و شناخت خالق همه کائنات است. در قدم دوم خاطر چی انسان پیدا شد، مقصد پیدایش انسان که اگر او را تعقیب میکنه انسان رسالت میشه سچ بحث تفسیر شده. دستاورد یعنی اولی از مردمی بود
که دشمنی، کینه و حسد از دلشان دور شد. جای نفرت باز الفت و محبت گرفت و گشای دشمنی که از قرنها افروخته شده آمده بودند و خاموش. خداوند متعال بطور احسان یادآوری می‌شود: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. یقینا نعمت بزرگی است. انسان‌ها هدفشان مستقیم مسیرشان یک بینشان ایثار پیدا شد. ولی امارت اسلامی مهمتر از همه منافع مردم است و منافع مردم هم میتونست که منافع دیگرها متضرر شود، حقوق دیگرها ضایع شود، ولی دیگرها باید تعامل وارد شود. ما در پالیسی خود دیده داریم که افغانستان باید یک کشور اقتصاد محور باشد. اگر برای افغانستان مفاد است، برای همسایه‌ها هم مفاد است و دیگر کشورهای منطقه و جهان هم مفاد است. نظام موجوده افغانستان بالای نظام‌های دیگر قیاس نشود که اونا روابط با امرای یک کشور داشتند و فرمایش و اهداف و منافع از اونا را تفریح می‌دادند. افغانستان امارت اسلامی یک حکومت، یک کشور مستقل است، از خود اهداف دارد، حق دارد از خود مسیر داشته باشد، حق دارد که روی منافع خود با دیگران تعامل بکند. جناب بارمینی که بعضی پیشنهادهایی را داشتند، ما به همراه خود یادداشت گرفتیم، انشاءالله به همراه بزرگا مطرح میکنیم و ما اشگاه ایران نگفتیم و نباید بگویم که تمام مسائل با آمدن امارت اسلامی او در طول 4 سال حل شده و افغانستان و دنیا گل گلدار است. نه 4 دهه بلکه از آن بیشتر در اینجا تخریب بود، تخریب افغان بود، تخریب مادی بود، تخریب معنوی و روحانی بود. این تخریبات ما داریم. دیگر مشکلات ها یه 40 ساله و 50 ساله در زمان 4 سال رو حل نمیشه. اما خوشی است که ما از حکومت برخوردار هستیم که او اعتقاد عقیده بشریت دارد، تعلقشان با امرای خداست، دعویشان اسم کیست تا آزادگار میشه که او عدالت را پیاده میکنه، کوشش داره حقوق مردم را برای مردم خود به طور احسن و به طور درست تأدیه بکنن. او در ساختار امارت اسلامی کسانی آمده که خواهان اقتدار نبوده، خواهان امتیاز نبوده، بلکه خاطر رضای خدا، خاطر خدمت مردم و رفاه و نجات مردم خود را به قربانی پیش کرده بودند. حالا در ساختار امارت اسلامی اونا تا 4 بجه کار نمیکنن، بلکه روز کار میکنن و شب هم کار میکنن. کوشش میکنن امنیت و بیشتر بسازن. کوشش میکنن که باید در هر عرصه ما باید پیشروی های را داشته باشیم. جناب امام میرسه یادآور شد پشتیپا و امثال پشتیپا. بعضی پروژه‌هایی را ما داریم، شاید نام پشتیپا بزرگ باشد در گوشه‌های مردم، و از پشتیپا و نسبت پشتیپا هم زیادتر مفیدتر باشد. امروز هم رئیس پیشنهاد ما به این طرف حرکت میکنیم. اونجا چند پیشنهاد داشتن، کوشش داشتن که به طور سریع بر محکم داده شد. در رابطه با پیشنهاد در رابطه با برق تقریبا 600 میگاوات برق بود که باید در بعد از روزهای عید افتتاح شد. در حالی که تمام فشار ما از زمانه ازای چاپان گرفته تا برای حال را از 200 میگاوات الی 300 میگاوات برق داشت. دعوت میکنیم از فاضل اعظم حضرت الاسلام و المسلمین جناب الحاج استاد شریفی بلخاقی
رئیس دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع که انشاءالله به اعلان سخن بپردازند. بر محمد و آل محمد تا آخرشان در جایگاه، بر محمد و آل محمد بلند صلوات الله فرما. این محفل به تعقیب محفلی سال گذشته که عنوان اون محفل انسی با قرآن و اهل بیت و شب‌های قدر بود. این دومین نشست است که این سال تحت عنوان نزول قرآن و اهل بیت و شب‌های قدر و جلسه همدلی و برابری است بین اقوام شریف ساکن در افغانستان. من از مقدمه می‌گذرم. ببینید قرآن و اهل بیت دو تا محوری وحدت امت اسلامی و فرقه اسلامی است. پیامبر فرمود اینی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. این آخر قرآن و عترت مانندی دو تا بال برای یک پرنده است. اگر در کنار قرآن اهل بیت نباشد، مفسر حقیقی قرآن کسی دیگر نمیتواند باشد. پس قرآن و اهل بیت طبق دستور سری پیامبر بزرگوار اسلام اینها محوری وحدت امت اسلامی است. آره، مخصوصا در افغانستان ملت مسلمان افغانستان در تقریب مذاهب، در اخوت، در برابری، در تفاهم، در تعامل از همه کشورهای اسلامی مسابقه را برده است. یعنی در این کشور برادران سنی ما و شیعیان ما چنان عجین، چنان متحد و چنان برادر و برابر هستند که آدم تعجب میکند. در جنگها، در مبارزات، در برابر تجاوز بیگانگان از انگلیس و روس اینها گرفته در همه جا قبرستان شهدای شیعه و سنی یکجا بوده. عزیزان، این دشمنان اسلام استخبارات بیرونی است که بین ما تفرقه میاندازند. آره، پس ما طرفدار تعامل، اخوت، برادری و برابری هستیم. عزیزان، از ابتدای پیروزی امارت اسلامی در افغانستان مراجع تقلیدی ما مشکل حل کرد. اونایی که شنیدن، اونایی که نشنیدن امشب بشنوند. مراجع بزرگ ما، مرجع اعلای ما، حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله و حضرت آیت الله عظمای فیاض حفظه الله فتوا دادن، دستور دادن، ما مقلد هستیم. دستور دادن که آی مردم شیعی که در افغانستان زندگی میکنیم در کنار امارت اسلامی باشین، همکار امارت اسلامی باشین، تفاهم داشته باشین و زندگی برادرانه داشته باشین. این مشکل چندی سال قبل حل شد. اما نکته دیگر، ما بار دفتر بزرگان هزاره و اهل تشیع افغانستان جلسات متعددی گرفته. سال قبل عین جلسه را در جای دیگه گرفتیم. سال قبلش عین جلسه را در مسجد امام زمان گرفتیم. در مقر دفتر بزرگان اهل تشیع اونجا جلسات حمایتی، جلسات تکبیر از نیروهای امنیتی گرفتیم. امروز هم اعلام میکنیم با صراحت اونهایی که بیرون هستن شرایط ما رو درک نمیکنن، اونها رفتن اجیر و پولبگیر سفارت ها شدن، اونها از ما نمایندگی نمیکنن. مردم میکنن نمیکنن؟ صلوات بلند. اونها نمایندگی نمیکنن، مردم ما خودشان تصمیم میگیرن. ما جمع شدیم
نظام امارت اسلامی یک نظام اسلامی است، بار حمایت کردیم و بازم حمایت میکنیم و دستاوردهایی که نظام اسلامی داشته تکمیل نمیشود، چنانکه که معین صاحب فرمودن بحث‌های پروژه، بحث‌های بالاخره چیزهای دیگر، شوراها و بالاخره پروژه پشت‌پا واخان جای دیگه. آره بعضی افراد به خاطری که پروژه به دست بیاورند در ویانا، در دنمارک، در جای دیگر پروژه به دست بیاورند، در اون جلسه میگیرند و نمایندگی از این مردمی که خودشان هوشیارند، خودشان بیدارند، خودشان عاقل هستند، اونها نماینده مردم ما نیست. ما خودمان تصمیم خودمان رو میگیریم. ما آیا اجازه میدید از این موسیقی‌هایی که و تعداد کسایی که از مردم ما و شما مهاجر شدن رفتن در بیرون، آیا اجازه میدیم که ما از طریق همین تلویزیون صدا بکنیم سرش که بیاین یا نه؟ نه خوب صدای بلند کنیم که ما بکنم، یعنی از ما بخورم که بیا یا نه؟ اجازه شما جناب شخص مبارک، ما به عنوان رشتفید، به عنوان یک مامور امارت با صلاحیت، با قاطعیت از جناب آقای خلیلی، از جناب آقای محقق، از جناب سرور دانش و از جناب دکتر مدبر و سایر افسران که در اربه بودن و از کارمندانی که در حکومت بودن خواهش میکنم و میخوایم که بیایم با وطنشان. آن وقت از او آمده که ما وطن را مشترکاً جور بکنیم. امارت اسلامی مصمم است در ساختن افغانستان متحد یک پارچه. درسته کامه؟ بسیار تشکر. دعوت میکنیم از جناب مولوی سید مخدوم معین محترم وزارت داخلی امارت اسلامی افغانستان که با دعاییشان رسما مجلس ما را به پایان برسانند. الی استقبالشان در جایگاه صلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار انتظار کردیم خدای براتان تک تک شما اجر عظیم نصیب بکنه. و دیگر ما از طرف خود اصالتا از طرف خلیفه صاحب سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخلی ولایت افغانستان وکالتا اینجا فرستاده شدم و سلامی اونا رو به شما تقدیم میکنم. خداوند خیر و پاداش رمضان به هر فرد ما و شما نصیب بگردانه. دیگه ای که من تقریبا در اهم و اکثر امورات نایب ایشان هستم، چون در چی رفتیم در بغلان در وقتی که در مسجد امام زمان انفجار شده بود، در اونجا ما مردم را دلجویی کردیم، مردم را به حساب و همراهشان سوگواری کردیم، همراه بازماندگان شهدا یک چیزی توفیق ناچیز را تقدیم کردیم. همچون همراه معین سید شخصازی سید صوفی گردیزی شخصیت مشهور شما مردم رفتیم در رسواری بندر که تابر شد پر سنت هیچ حکومت در اونجا نرفته باشد. اما قوما خودشان رفته باشه به عنوان خویشاوندی و به عنوان بسیار مراسم اونجا رفتیم با اونا تنسیت گفتیم، در غم اونا شریک شدیم، برای شهدا دعا کردیم، بر بازماندگان شهدا یک چیزی توجه داشتیم تقدیم کردیم. همچنان امروز رو جانبیم دیگه وقت ختم است. آمین. الحمدلله رب العالمین و لا قوة الا بالمتقین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. صلى الله تعالى على خير خلق. تشکر میکنیم از جناب مولوی سید مخدوم معین محترم وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان. یک بار دیگر تشریف آوری همه شما حضار محترم، مقامات عالی امارت اسلامی افغانستان، علمای اعلام
ائمه جمعه و جماعات، متنفذین، اعضا و مسئولین و معاونین شورای علمای شیعه افغانستان، طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای گذر، سلام علیکم برادر محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و دوستای شما. یک جان تشکر. شما لطف کنید خدا به بیننده معرفی کنید و بگویید که چطور شما آمده و در گرد همایی شرکت کردید. تشکر، خدا شما را حفظ کنه. اسم بنده علی احمدی است. بالاخره یکی از کارت دعوت دریافت کردم از طرف دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان. بعد خدمت عرض کنم خواستم که در صحنه حاضر باشیم و گرچند یک از روایت حضرت محمد هست که در صحنه‌ای که علما است و در صحنه‌ای که جلسات معنوی و دینی برگزار میشه انسان باید حضور داشته که طبق روایت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این گرد همایی به چی منظور دایر شده بود و چطور یافتی این گرد همایی را؟ اما تو به طور خلاصه اگر بگویی که بیننده فشرده گپایت بفهم. بسیار خوب، تشکر. خوب بنان وقت کم هست، وقت افطار هم هست، فقط چند کلمه در رابطه با این انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک لیلة القدر بوده. یعنی هدف از برگزاری به خاطر شب قدر بوده و همچنان همدیگر پذیری و همدلی و اتحاد و صمیمیت بین اهل تسنن و تشیع. انما المؤمنین اخوة. همین خبر کنم. بسیار عالی، تشکر از خودت. همچنان تشکر برای جوانان. توصیه من همی است که جوانان عزیز، شب قدر است، ماهی بندگی خداوند است و میخواهیم که کسایی که الحمدلله ما جوانای خوب داریم ولی بعض تعدادی که کسایی که متاسفانه در راههای غلط و مسیر نادرست روان است، بهترین فرصت هست ماه مبارک رمضان مسیر برگشت. و یک چند نکته ای که اشاره کنم در رابطه با توبه و بازگشتی است که اولا خب تنها با یک استغفر الله و اتوب الیه که برگشت نمیشه برادر من. خب مثلا یک مثال میگم که واضح تر بیان شه. وقتی شما سمت هرات حرکت منید در راه هزار تا تابلو میبینید که هرات 200 کیلومتر، هرات 150 کیلومتر، هرات 100 کیلومتر، فقط نشانه هایش است ولی با مسیر هدف اصلی کسا باید یعنی این مسیری که تو موری باید برگردی، یعنی کارهایی که قبلا انجام دادی دیگه تکرار نکنی و دوباره همون مسیر پس یعنی از مسیر راست باید منحرف نشه. هر کسی که از مسیر راست از راه راست منحرف میشه او طبعا به بیراه کشانده میشه. هدف ما هم است دیگه. وقت شما رو نمیگیرم و السلام علیکم و رحمت الله. خدا شما حفظ کنه. بیننده های عزیز و گرانقدر روان افغان گروپ، شما را خوش آمدید میگیم باز هم به برنامه دیگری از چینل خودتان که ما در منطقه دشت برچی اینجا یک گرد همایی از طرف علمای هزاره به مناسبت ماه مبارک رمضان به مناسبت شبهای قدر برگزار شده بود که ما در اشتراک کردیم، ما و تواب جان احمدزی که خوشبختانه این برنامه موفقانه به پایان رسید. در این برنامه متنفذین علما و بزرگان که از مردم اهل تشیع و هزاره حضور یافته بودند و همچنان مقامات بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان نیز در این گرد همایی حضور داشتند و یک گرد همایی بود که در این گرد همایی شما شاهد ازی هستین که بیانگر اخوت، برادری، همدلی، دوستی بین اقوام افغانستان، ساکنینی که در افغانستان هستند، بین ازیا یک تفاهم صورت گرفته که همگی در امن و امان و در فضای صلح و برادری با همدیگر زندگی کنند. جهان سپاس.